این که میگن شما به ناظر بازی پول دادید درسته؟ ما یه پول چای دادیم، ما بیشتر از اینا بدهکاریم بهشون. جونم آخه شما بین 2 نیمه به داورم سکه دادی. نه ایزم، داور اومد سکه انداخت بالا زمین رو مشخص کنه، از دستش افتاد تو چمن، من دله شدم سکه رو بشتم. جون آخه سکه بهار آزادی اونم 5 تا. شاید از داورهای قبلی جا مونده ایزم. بعدم داور دوست داره سکه بهار آزادی زمین رو مشخص کنه، من باید جواب بدم. جون آقای مددی اواخر بازی بازیکن حریف دروازه‌بان شما رو هم دیریب کرد، اما داور پرید توپو گرفت. خب این اشتباهات داوری پیش میاد، تو هر بازی اشتباهات داوری پیش میاد. ما به هر حال سود داوری رو بردیم، ضرر داوری رو هم چشیدیم. تمام این سال